اگر میخوای سیستم سازی کنی و نمیدونی از کجا شروع کنی و چطور باید این کار رو انجام بدی، این فرمول 3 مرحله‌ای رو که بهت میگم یاد بگیر و خوب انجامش بده. بسیاری از صاحبین کسب و کار و بسیاری از مدیران سوالشون این هست که ما میخوایم سیستم سازی کنیم، دلمون میخواد کسب و کارمون رو سیستم سازی کنیم، اما نمیدونیم از کجا باید شروع کنیم و چطور باید این کار رو انجام بدیم. چون این سوال خیلی تکرار شد، من تصمیم گرفتم که یه ورژن خیلی ساده و ابتدایی از سیستم سازی و اجرای سیستم سازی رو در قالب یک فرمول 3 مرحله‌ای به شما عزیزان ارائه بدم تا خیلی راحت و بدون اینکه نیاز داشته باشید از کسی کمک بگیرید، این 3 مرحله رو به ترتیب انجام بدید و سیستم سازی توی کسب و کارتون رو استارت بزنید. گام اول یا مرحله اول دترمینیشن هست. توی این مرحله شما به عنوان صاحب کسب و کار یا مدیر یک کسب و کار باید بشینید با دقت و با حوصله تمام کارها و فرایندها و وظایفی که به صورت روزانه، هفتگی یا حتی ماهیانه توی کسب و کارتون تکرار میشن رو بنویسید و لیست کنید. در واقع اینها کارهایی هستن که قابلیت خودکار شدن دارن و شما میتونید توی کسب و کارتون با چند تا حرکت ساده این کارها رو اتوماتیک کنید و کاری کنید که بدون وابستگی به شخص خاصی، بدون وابستگی به حضور شما توی کسب و کار، این کارها به خوبی و به خودی خود انجام بشن. گام دوم توی این فرمول 3 مرحله‌ای داکیومنتیشن هست. یعنی بعد از این که شما به عنوان مدیر یا صاحب کسب و کار فرایندها و کارها و وظایف تکراری رو مشخص کردید، حالا باید با دقت و حوصله بشینید مراحل و روش‌های انجام اون کارها رو بنویسید و قدم به قدم اونها رو مستند کنید. باید به گونه‌ای ساده با جزئیات و قابل فهم این روش‌ها نوشته بشه که به هر فردی با کمترین آموزش قابل واگذاری باشه. اما گام سوم و مرحله سوم توی این فرمول 3 مرحله‌ای دلیگیشن هست. یعنی شما بعد از اینکه کارها رو مشخص کردید، وظایف تکراری رو مشخص کردید و اومدید برای هر کدوم از این کارها و وظایف دستورالعمل و روش انجام کار نوشتید، حالا باید بیاید این دستورالعمل‌ها و روش‌های انجام کار رو با حوصله به پرسنلتون آموزش بدید و به نوعی این دستورالعمل‌ها و این کارها رو به پرسنلتون واگذار کنید. هر چقدر که شما این دستورالعمل‌ها رو دقیق‌تر و بهتر نوشته باشید، پرسنل شما کارهایی که بهشون واگذار شده رو بهتر انجام میدن. حالا شما با این فرمول 3 مرحله‌ای با اجرای این 3 تا مرحله بزرگترین گام رو برای سیستم سازی کسب و کارتون برداشتید، بدون اینکه نیاز به کمک کسی داشته باشید، بدون اینکه وقت زیادی از شما بگیره، هزینه زیادی از شما بگیره و در واقع شما خیلی راحت و خیلی سریع سیستم سازی کسب و کارتون رو استارت زدید.